مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه یعنی تیم زنی میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده های هک صدا و سیمای ایران رو که در تاریخ 16 مهر ماه امسال یعنی سال 1401 شبکه 1 و شبکه خبر به صورت همزمان بخش خبری 21ش مورد حمله سایبری قرار گرفت و هک شد. گروه هکری عدالت علی که پیشتر از این هم سایت تلویزیون مربوط به صدا و سیما رو هک کرده بود، مسئولیت این حمله سایبری رو بر عهده گرفت و قبل از اون هم گروه هکری عدالت علی سایت زندان اوین، تصاویر دوربین‌های مداربسته زندان اوین و دوربین‌های مداربسته زندان قزل‌حصار رو هم هک کرده بود و تصاویر اون رو در شبکه‌های اجتماعی خودش منتشر کرده بود. از اون طرف این هک به خصوص هک صدا و سیما و هک‌های قبلی همیشه جنجال به پا کرده بود، چون که پرده برمی داشت از یک سری از واقعیت‌ها رو به مردم نشون میداد. از اون طرف یه عده که کلا این هک‌ها رو گردن نمیگیرن، میگن این تصاویر ساختگی، این هکی که دارید میبینید و میگن که اصلا نبوده و فتوشاپ بوده، چیزای دیگه که من شخصا به دنبال ساقه این افراد میگردم. یه عده دیگه هم که میگن که این هک نبوده، نفوذ بوده. یعنی میان توضیح میدن که این نفوذ بوده که راجع به اون افراد هم صحبت میکنیم و اصلا توضیح میدن که هک چی هستش. عده دیگه هم میان میگن که نه این کار خودشون بوده، یعنی کلا تو مملکت هر اتفاقی میفته میگن کار خودشون بوده. اما اون چیزی که مشخص هستش و کل مردم دیدن و سند و مدرکش رو گروه هکری عدالت علی منتشر کرده بود ساعت 9:33 یا بهتر بگم 21:33 که میدونید بخش خبری ساعت 21 همزمان از شبکه 1 و شبکه خبر به صورت مستقیم پخش میشه و این دو بخش خبری همزمان هک شده بود. چی هک شده بود؟ حالا با هم دیگه روی تصویر میبینیم. خامنه‌ای رهبر ایران اومده و داره صحبت میکنه و در لابلای صحبتاش این هک صدا و سیما اتفاق میفته. ببینید ما که وارد در این موضوعات میگو اگر این نادر مهدوی این لحظه‌ای هستش که صدا و سیما هک میشه. توجه بکنید خود صدا و سیما نه سایتش ها، یعنی خود تصاویرم که میبینید تصویر خامنه‌ای رهبر ایران که نوشته شده چوپان دروغگو، سمت راست تصویر نوشته به ما بپیوندید و به پا خیزید، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. تصویر 4 تا از دختران سرزمینمون ایران که در جریان اعتراضات سال 1401 کشته شدن که البته مسئولان ایران به روش‌های مختلف سعی کردن که بگن که کسی رو نکشتن و یه عده‌ایشون به مرگ طبیعی مردن، بیمار زمینه‌ای داشتن و یه عده‌ایشون خودکشی کردن. اگر اون باشه بعد بگیم که صدا و سیما قبلا یه بیماری نمیدونم زمینه‌ای داشته و این تصاویرم مال اون بیماری‌های زمینه‌ایه، هکی صورت نگرفته. لوگو سایت عدالت علی یا همون تیم عدالت علی رو میبینید و شبکه‌های اجتماعیشون. یک گروه هکری عدل علی هم هست که میگن که این گروه هکری عدل علی نزدیک به مجاهدینه و با عدالت علی فرق میکنه. خواهشاً اینا رو با هم دیگه یکی ندونید. عدالت علی یه چیز دیگه است، عدل علی چیز دیگه است. عدالت علی صدا و سیما رو هک کرده و تصاویر دوربینای مداربسته زندان اوین و قزل‌حصار رو نمیدونم جای مختلف رو منتشر کرده. یه سندم گروه هکری عدالت علی قبلا منتشر کرده بود که گفته بود که قراره که فیلترینگ اینستاگرام به زودی اتفاق بیفته، پهنای باند کم بشه و چیزهای مختلف که این سند 7-8 ماه پیش منتشر کرده بود که پس از اون ما دیدیم دیگه دقیقاً همین اتفاقات افتاد. حتی سند کشته شدن مهسا امینی هم منتشر کرد گروه عدالت علی و با هکی که انجام داده بود و گفته بود که مهسا امینی کشته شده که یه ویدیو هم کامل راجع به مهسا امینی ساختیم و صدا و سیما جای مختلف تا تونستن دروغ و چرت و پرت کردن تو پاچه مردم. اما از اون طرف ما یه دونه سابقه هک دیگه هم داشتیم در صدا و سیما که البته سایت تلویزیون مربوط به صدا و سیما هک شده بود. اونم ببینیم که جالبه. خامنه‌ای می‌گفتند واژه نظام می‌لرزد. ملت ایران ما عدالت علی آمدیم تا پایه‌های رژیم فاسدی که بر کشورمون مسلط شده را به لرزه بیندازیم. دیگر ما را ساکت نخواهند کرد. ما دهه بعد را به اعضایشان تبدیل می‌کنیم.
حجاب بی حجاب حجاب را میسوزانیم، عکسها تبلیغات نظام را به آتش میکشیم، خودهایشان را میشکنیم، قصدهای زورگویان را افشا میکنیم تا ملت حسابشان را برسند. رژیم ضرب شست ما را دیده و باز هم خواهد دید. بله اینم سایت تلویبیون بود که هک شده بود چند وقت پیش. در این سری هم صدا و سیما که هک شد. بریم ادامه‌شو ببینیم. به مدت 20 ثانیه هک شد، صدا هم قطع شد در و بعدش هم تصویر این مجری هم می‌بینید دقیقاً قیافه شبیه کسیه که اسهال داره ولی متوجه میشه آب قطع، یعنی کاملاً قیافش دیدنیه. اما نکته‌ای که وجود داره، چند تا موضوع مطرح شده بود که این هک نبوده و نفوذ بوده. این جریان رو حتی شخصی به اسم آقای حداد که ایشون به ستاد امر معروف و نهی از منکر تو قسمت روابط عمومی هستن توضیحاتی رو دادن و گفتن که مهم درباره خرابکاری صدا و سیما. گفته که سویچ پخش این شبکه به هیچ اینترنتی وصل نیست که بخواد هک بشه. تا دیتایی به سویچ پخش ندید امکان نداره بدون پریویو یا همون پیشنمایش برای مدیر پخش تصویرش توسط اپراتور به صورت فینال یا نهایی پخش بشه. این اتفاق اسمش هک نیست، این اتفاق اسمش خرابکاری هشتگ نفوذه. یعنی میاد میگه که این هک صورت نگرفته و نفوذه. قابل توجه این دوستمون که در ستاد امر معروف و نهی از منکر دست بر قضا مدیرن و مسئولن و باید اینطوری زد تو سرمون که چه آدم‌های بی سوادی تو اون مملکت مدیرن. حالا زیاد بهتون زحمت نمیدم، یه سرچ نمیتونید تو اینترنت بکنید که معنی و مفهوم هک بدونید چیه. هک اصلا قبل از اینکه سیستم های کامپیوتری هم باشن بوده، مثلا در موسیقی و هنر هم هک بوده. هک میشه افزایش سطح در دسترسی از راه غیر معمول. این دیگه تعریف خودمونیشه. اگر حالا بخوام خیلی بهتون آکادمی تر توضیح بدیم، یه سری میتونید به سایت ویکی‌پدیا هم بزنید که نوشته رخنه یا هک به معنی سود بردن از یک روش سریع و هوشمندانه برای حل یک مشکل در رایانه است. در علوم مربوط به رایانه معنی هک گاه مترادف کرک به معنی حالا رمزگشایی و در نظر گرفته میشه. در گفتگوی امروزی هک به معنی نفوذ به سیستم‌های رایانه است و کرک نیست به معنی رمزگشایی و کرکر به فرد گشاینده رمز میگن که توی ایران ما کرکر زیاد داریم دیگه. این ویندوزها و نرم افزارها و چیزهای مختلف رو میرن اصطلاحاً کپیشون رو برمیدارن میخرن، اصلشو که مثلا نمیدن دست مردم که کرکش میکنن و میان میفروشنش حالا به قیمت‌های خیلی پایین‌تر به مردم، اصطلاحاً کرکش میکنن. گستردگی واژه هک منحصر به رایانه نمی باشد، قابل توجه مدیران و توسط افراد با تخصص‌های گوناگون در زمینه‌های از قبیل موسیقی، نقاشی و غیره به کار می‌رود که به این معنی دگرگونی‌های هوشمندانه و خلاقانه فرد در آن زمینه میباشد. به معنی هک در واقع افزایش سطح دسترسی به یک مجموعه از راه غیر معمول یا غیر قانونی است. این میشه هک کردن. قابل توجه دوستان. اما اینجا چند تا نکته وجود داشت. این که میگفتن که این هکی که حالا بیام عقب‌تر صورت گرفته، چرا اینجا این لوگو اصطلاحاً شبکه خبر هست و این هک نیست؟ چون اگه هک بود باید کل دوربین رو هک، کل اون سیستم رو هک میکنن و یه تصویر مینداختن روی این تصویر، حتی این لوگو هم نمیتونست باشه. اما شما به این تصویر دقت بکنید، در این لحظه‌ای که سویچ میشه و مجری میخواد صحبت بکنه خیلی طبیعی هم جمعش میکنه. ببینیم. خب بینندگان عزیز دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه. خب ببینید اینجا توی اون پریویو یا همون پیشنمایش پشت ما تصویر اون هک رو میبینیم. اما بعد از این هکی که اتفاق افتاد توی صدا و سیما، توی ساختمون شیشه‌ای، این ساختمونی که مال مجموعه خبری هستش، طبقه پایینش که رستورانه این ساختمون شیشه‌ای، این طبقه هم کفش بیشتر استودیوهای شبکه یک و بعضی وقت جام جم هست توی این شبکه. طبقه هم کف طبقه یکش هم همینطور مربوط به جام جمه، طبقه دومش ساختمون اداری شده، طبقه سوم و چهارمش هم
مربوط به واحد مرکزی خبره و اون بازجوی خبرنگارا بیشترشون تو این طبقات هستن و کلا شبکه‌های جامع جمع و بخش‌های خبری تو این ساختمونن. حالا با این خواستم ساختمون شیشه‌ای معروف رو به شما بگم که داستانش از چه قرار هستش. بعد از اینکه این هک صورت گرفته، اطلاعات سپاه تا صبح کسانی که تو بخش سویچ بودن و کسانی که توی صدا و سیما بودن رو به صورت بازداشت نگه داشته و تک تک به صورت انفرادی افراد رو مورد بازجویی قرار داده. از اون طرف در اتاق فرمان صدا و سیما، حالا اونایی که منو میشناسن میدونن که من خودم سابقه کار تو صدا و سیما رو داشتم دیگه، یعنی کار کردم، چندین سال خبرنگار صدا و سیما بودم. توی اتاق فرمان صدا و سیما، حالا تصویر هکرها هم ما اینجا بذاریم، دوربینای مدار بسته وجود داره، یعنی کاملا اتاق فرمان صدا و سیما کنترل میشه. و از اون طرف خود سیستم پخش البته تا همین 3-4 سال پیش مستقیم به اینترنت وصل نیست و کلا تو خود صدا و سیما هم از این شبکه اینترنتی داخلی به اسم اینترنت هم استفاده میشه. مخصوصا تو قسمت پخشش این اتفاق میفته، یعنی خود سیستم پخش مستقیم به اینترنت وصل نیست. ولی اونجا یه اتفاقی که هست اینه که اول اونجا 2-3 تا مانیتور وجود داره. یعنی اول مانیتور 1 میبینه، یعنی کارگردانی که اون اهرم جلوشه که میخواد بزنه و تصویر سویچ بشه و شما ببینید، اول خودش به صورت پیش‌فرض میبینه تصاویر رو که تصاویر که درست هست یا نه، بعد روی دکمه سویچ میزنه و میاد توی فینال که مردم میبینن. یعنی اول خودش یه بار ریویو میکنه این قضیه رو و بعد میاد توی اون قسمت فینال. و اینکه این طرف توضیح داده بود که این مسئول صدا امر معروف که بله این پریویو صورت میگیره، درسته این اتفاق هم میفته، ولی توی صدا و سیما اون فیناله خودش به یه شبکه اینترنت داخلی وصله. یعنی شبکه اینترنت داخلی صدا و سیما وصله، درسته به بیرون وصله، به شبکه داخلی خودشون وصله که میتونه تصاویر از اون فیناله بیاره اینجا و از اینجا بده تو پخش. و اگه پخش نباشه نمیتونه این ساعت رو بندازه و ارتباطات زنده ماهواره‌ای رو بگیرن و پخش بکنن. احتمالاً از یک بکدور و در پشتی استفاده کردن و تصاویر رو انداختن توی فینال، یعنی وصل شدن و سیستم صدا و سیما رو هک کردن. میگن که این هک نبوده، نفوذ بوده. شما هر عاملی رو انجام بدید که به صورت غیر معمول بتونید اصطلاحاً یه حرکتی رو بزنید بهش میگن هک. این هم تعریف هک و این اتفاق هم افتاده. سیستم صدا و سیما که خیلی شلنگ و تخته تر از این حرف هست. میتونم براتون حتی اینو هم مثال بزنم. نگاه کنید، صدا رو هم میبرم بالا، داره مثلا اعلام میکنه که گزارش مهسا امینی رو ببینید. یکی از اون پشت داد میزنه مهسا، فیلم مهسا رو پخش کنید. گوش بدید. مهسا امینی به مرکز پلیس و پیگیری‌های اورژانسی درباره وی را با استفاده از تصاویر گوینده نریشن رو میخونه. مرور کرده. اینجا من صدا رو میدم بالا، گوش بدید با دقت. میگه فیلم مهسا رو سویچ کنید. میشنوید؟ یه بار دیگه میدم آقا. بعد سویچ شد اومد روی این تصاویر فیلم مهسا که حالا راجع به اینم بعداً یه ویدیو کامل میسازیم. و این پریویو درسته، یعنی بعد از اینکه یه نکته دیگه هم بگم، توی صدا و سیما واقعا تصاویر زنده نیست، یعنی 15 ثانیه خود تصاویر صدا و سیما دیلی داره و اول میتونن صدا رو ببندن و بعد تصویر رو. همیشه تا دیلی کنترل صدا خیلی قوی تر از کنترل تصویر هستش. به خاطر همین مثلا یکی زنگ بزنه زنده بخواد فوش بده، خیلی سریعتر میتونن صداشو بگیرن و بعدش تصویر. به خاطر همین تو صدا و سیما اول تونستن صدا رو جمع بکنن و بعدش تصویر رو بگیرن. و سیستم فینال صدا و سیما مورد حمله سایبری قرار گرفته و قطعاً یک کسی تو خود صدا و سیما این حرکت و این دسترسی رو به این هکرها داده توی قسمت اصطلاحاً اینترنت داخلی صدا و سیما که بتونن این هک رو انجام بدن. حالا شاید هم به صورت یک ویروس انداختنش تو اون سیستم یا به صورت لحظه‌ای، یعنی یه ویروس رو انداختن تو اون سیستم، گفتن فلان دقیقه و فلان ساعت اینو تو سیستم فینال پخش کن. یعنی حتما لازم نیستش که یه نفر یه فکر میکنن که مثلا هک اینطوری تو مثلا بشینی توی سیستم تلپ یه دکمه بزنی و همون لحظه هک صورت بگیره. نه اینطوری نیستش. میتونن یه چیزی رو برنامه‌نویسی بکنن و یه به صورت ویروس و اینو توی شبکه داخلی اون پخش
اجراش بکنن به صورت ویروس و بگن که فلان ساعت بیا و این فایل رو پلی کن 9 شب 10 شب حالا هر ساعتی که اونا خودشون به سیستم بدن و اون خودش اتوماتیک تو اون ساعت پلی میشه و اینا از قبل آمادگی این رو دارن. این در حالی هستش که به محض اینکه این حکم اتفاق افتاده سایت تلویبیوم که آرشیو صدا و سیما در اون قرار میگیره، آرشیو لحظه‌ای و شما میتونید آرشیو تصاویر قبل رو هم ببینید، آرشیو این تصاویر رو پاک کرد و کلا دسترسی به آرشیو رو کلا بسته. شما عملاً هیچ دسترسی به آرشیو صدا و سیما ندارید. خود صدا و سیما هم دست بر قضا اصطلاحاً سیستم شلنگ و تخته و این صحبت‌ها. بعد یه نکته دیگه هم بگم که سیستم فنی پخش راستم میگن خیلی سیستم ایزوله‌ایه. خب ایزوله در مقابل اینترنت و شبکه‌های جهانی، اما نه در داخل اون شبکه‌های داخلی خودشون و اینترنت داخلی خودشون. اینو هم خواستم بگم که حالا دوستان در جریان قرار بگیرن برای این هکر. و حالا گروه هکری عدالت علی گفته که در روزهای آینده یه سری برنامه‌های جدیدتری رو هم داره. یه دونه توییت هم زده بود و شاهین نجفی رو تگ کرده بود و گفته بود که قراره که در یکی از این حمله‌های سایبری از آهنگت استفاده بکنیم، اجازه میدی؟ که شاهین نجفی هم اون پایین جواب داده بود که این حرفاش رو شما هر کاری که دلتون میخواد بکنید، بزنید جر و جر بکنید و این هم در نوع خودش باحال بود دیگه توی این اوضاع که این گروه هکری داره این کار رو انجام میده. گروه هکری تپندگان هم که دیگه از این گروه هست که حالا اونم اومده وسط گفته که ما هم داریم همچین حرکاتی انجام میدیم. تپندگان هم اصطلاحاً پمپ بنزین ها و از اون طرف بیلبوردهای شهری رو چند وقت پیش که بیلبوردهای الکترونیکی رو هک کرده بود و یه سری اسناد و مدارک رو منتشر کرد. اونم حالا اومده جلو گفته ما هم داریم یه سری حرکات انجام میدیم. احتمالاً گروه هکری عدالت علی بخواد با گروه تپندگان یه همکاری انجام بده و شاهد یه حرکت خفن و پشت‌وزون هکی دیگه در روزهای آینده و شاید هم همین چند دقیقه آینده هم از این گروه هکری باشیم. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. این که میگن این هک نبوده ساختگی بوده اینا، نه اینا نیست و آرشیو و شواهد و چیزهای مختلف تصاویری که هست نشون میده که واقعا این هک صورت گرفت. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. شما اگه دوست داشتید نظراتتون رو بگید، اگر هم دوست داشتید ویدیو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا این لحظه با ما همراه